تماشابینان محترم، امام قدر در نماز خفتن تقریبا یک ساعت دیگه مونده است. مسجد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم نماز شام خوندن. بعضی به طرف خانه میروند، بعضی رایگان کاراشون برمدن و برمیگردن. پس یک آب و هوای بسیار دلنشین، اینه شمال تیکوب و او شمال میتیند او دارم و او پس میکنند. اینه برادرای ما توزه کرده سر، توزه گیره رعایه کرده سر. پس مردم هر کس در هر حالت بعضی نماز خفتن منتظر میشود. نماز خفتن ملخش بسیار میشود. تابستون ملخ بسیار میشود. ملخ های کلون کلون بسیار میشه. اینه آب زمزم، کسی که آب زمزم میخواه، آب زمزم هر خیلی خنک هسته، گرمش هست. خلاص یک آب و هوا بهترین، آرامش ایمانی پیدا میکنی. هر کس در هر حالت است. الله متعال همه ما و شما را و حج و عمره نصیب کنه و قبول کنه. حج و عمره ما را قبل که حج و عمره بیاید. باقی در امان الله باشین برادرها. سلامت باشین، آباد باشین. الله متعال همه ما و شما را نگهدار باشه. ای اپای ما چی دردی دارن که با همین پیش ما باید بگذارند. جای خچموندگی با همینجا باید بگذارند. در امان الله باشه. آخه خیر مالک خیر بیست بشی بچم چکار شده؟ بخریش چی بخری؟ خرابش آخه مالک با کار خودش بچم.